آخ آخ آخ، این گوشیه رو گذاشتن قسطی، تازه تخفیف هم خورده. الان وقتی گرفتنشه. خب تبریک میگم، شما یکی از قربانیان قدرت کلمات شدین. امروز قراره با هم دیگه بفهمیم چجوری با چند تا جمله ساده و چند تا تریک ساده جیب آدم‌ها رو خالی میکنن بدون اینکه بفهمید. ببینید، توی دنیای اقتصاد و توی مارکت ها بزرگترین ابزار تفنگ نیست، کلمه است. یعنی چی؟ شما فکر کن گوشی مورد علاقت مثل آیفون 17 الان یه تخفیف خوب بخوره، مثلا 50 میلیون تومان تخفیف بخوره و تازه قسط بندیش هم بکنم واسط، خداییش اگه داشته باشی نمیری بگیری. چرا دیگه؟ میری میگیری. اینو به این چی میگن؟ میگن ترس از دست دادن. حالا یه موضوعی وجود داره، اون کسی که داره اینو به تو میفروشه با 50 میلیون کمتر هم داره سود میکنه، تو نمیدونه سود اون چقدره. که به این چی میگن؟ بهش میگن فریمینگ. یعنی واقعیت رو با قاب کلمه ها دارن برات عوض میکنن. داره برات لیمیت میذاره، میگه تا فلان تاریخ باید بخری، تا فلان تاریخ قسطیه، تا فلان تاریخ اینقدرم دارن به تخفیف میدن، بیا بخر. اون رو اون سود میکنه، روی این که اونو با 50 میلیون گرونتر هم بفروشه سود میکنه. کما این که چون تعداد فروشش بیشتره شاید 50 میلیون کمتره براش توجیه بیشتری داشته باشه. یا جدیداً دیدیم میگن مثلا با روزی 300,000 تومان صاحب فلان چیز بشو. آره، روزی 300,000 تومان خوبه، ولی روزی 300,000 تومان داداش میشه ماهی 9 میلیون تومان. ماهی 9 میلیون تومان دیگه مثلا واسه خیلی چیزا منطقی نمیتونه باشه. با کلمات شما رو جادو میکنن. اینا تریک های تبلیغاته، اینا تریک های بازاریابیه. شما وقتی میخواید خرید بکنید، چیزی میخواید بخرید، به نیازتون نگاه کنید، نه به ترند جامعه، نه به خیلی چیزای دیگه. نیاز شما مهمه. گوشی که استفاده میکنید لزوما نباید آیفون 17 باشه چون آیفون 17 جدیده و مده. باید ببینید چه چیزی داره نیاز شما رو مطرح میکنه. من کاری با اونی که پول داره و میتونه بخره ندارم، کاری با اونایی دارم که مشکلات مالی دارم و میره خودشو تا خرخره میبره زیر قسط برای خریدن یه دونه آیفون 17 که تاش هم دزد ازش بزنه. پس قبل اینکه به این جمله های قشنگ نگاه کنی و اعتماد کنی، یه لحظه قبل هر خریدت، هر تصمیمی که میخوای بگیری، ببین آقا این نیاز منه، نیاز من نیست، این کار به نفع منه، به نفع من نیست. تریک های تبلیغات زیاده، تریک هایی که شما رو پولتون رو میگیرن زیاده. لطفاً تفکر کنید. اینجا فارسیکو، ما رو لایک کن، ما رو سابسکرایب کن و اینا رو واسه دوستات بفرست تا آگاهی اونا هم بره بالا، چون آگاهی یعنی ثروت.